سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو دیگه. امروز هم اومدیم با بازی جدید. البته امروز که نه، با سایلنت هیل ریمیک، یکی از بهترین بازیایی که میشه واقعا بازیش کرد. گرافیک، داستان، گیم پلی، همه چیزش. این صحنه اینجا زیاد ترسناک نیستش. داخل نسخه اورجینالش مردم نور زیاد کرده بودن، اینا فهمیدن چی بود اسم بشر؟ جیمز بود، یادم نیست. خلاصه کاراکتر بازی ما داره به ما نگاه میکنه، داره به دوربینی که داریم ازش نگاه میکنیم و این فکر خیلی ترسناک اینا دارک قشنگ. جیمز بود اسمش. This town. اون کاملا در نزدیکترین ناحیه ممکنی که میشه به دیدش به ماست دقیقا. یعنی همینجاست، روبرومونه. حالا برای کسایی که میدونن از این حرف من فهمیدن چیه، ولی برای کسایی که نمیدونن من اسپویل نمی کنم. داستانش خداست، باید حمایت بشه تا تهش میریم و داستانشو. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. خیلی داستانش غم انگیز واقعا. حالا من که عشق و عاشقی رو تخمم نیستش، ولی برای کسی که عشق و عاشقی خیلی دوست داره واقعا خیلی غمگینه. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? بریم ببینیم واقعا زنش زنده است یا نه. من که میدونم اینجا اتفاق افتاده، چه بلایی سر زنش اومده. بریم. خیلی گرافیکش خفنه، حتی با اینکه من روی گرافیک مدیوم لو دارم بازی میکنم سر رکورد. این ویدیو رو سعی کنین اگر هدفونی هندزفری چیزی دارید حتما با اون ببینین، چون واقعا صداگذاری بازی فوق العاده است. خود بازی هم اول بازی اینو بهتون میگه که حتما با هدفون تجربهش کنید. هدفونی، هدستی، هر چی دارین. مثلا از سمت چپ من داره صدای مثلا یه خشخش میاد، این هیولای سایلنتی. الان از سمت راست داره. لایک و کامنت و ساب، و اگر از این بازی یا حالا از ویدیو خوشتون اومد فراموش نشه. خوشتون هم نیومد که مثل تموم ویدیوها میگم به تو.
بازی قشنگ میدونه چجوری با صدا آدم رو بترسونه. با اینکه یه همچین منظره اگه داخل هر گیم دیگه ای بوده شاید بهش گفتن چقدر قشنگه، آدم دلش میخواد اینجا راحت ها بمونه، ولی داخل سایلنت هیل آدم دلش نمیخواد حتی ذره اینجا بمونه در واقع. Excuse me. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah, I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... I think you should stay away. واقعا بهتره اونجا نره آدم. This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but... I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I don't really care if it's باور داریم dangerous or دختر not. جان. I'm going either way. تنها کسی که باید خودت رو باور کنه خودتی دیالقی. I'm looking for... someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here. اینکه مامانش مرده که اینجاست داخل قبرستون دنبالشه، ولی آخه داخل شهر هم اینو میبینیم شاید مادرش زنده است نمیدونم. No, I hope you اینو find واقعا نمیدونم داستان بازی رو میدونم، ولی فقط میدونم پدر و مادرش، پدر و برادرش واقعا مردن و نمیدونم حالا داخل این قبرستون خودش داره دنبالش میگرده. هر شخصیتی داخل این بازی که میبینین جوری که اینجا آبه، آره جوری که شخصیت پردازی شده یه چیزی نیست، نه از نصف بازی ها داستانش خیلی باحال‌تره. این جدی واقعا میگم، جوری که اینجا شخصیت پردازی کردن، شخصیت اصلی هم حتی نیستش ولی خیلی خفن تر از خیلی از اون. همه جا مطرود و خراب و صدای خیلی بدی میاد. نمیدونم با چه فکری داره میره اینجا. قشنگ معلومه اینجا حداقل یه 5-6 سالی هست هیچ کسی داره زندگی نمیکنه. یعنی قشنگ هر کی بگه عاشقم واقعا باید سر ایتن و جیمز سرخم کنه. واقعا اون سر کی برای زنشون دنیا رو نابود کردن. این که قشنگ رفته داخل یه شهری که متروکه است، اون یکی هم رفتش با یه عالمه زامبی و خدایان چند ساله جنگی ایتن داخل ابریل 78. Hello? Anyone in here? تماس میگم من؟ نه کلید رو بده من. نمیدونم زیرنویسش رو اگه شما از سایتی میشناسین یا حالا خریداری دیگه یا حالا باید اینترنتی بخری یا حالا دانلودیه بگین. اینجا فقط داستاناشو این چیز میکنه زیرنویس، معما و چیز میذاره داخل بازی همشون همون زبان اصلی، ولی دیالوگای کاراکترها زیرنویسه. داخل نسخه اورجینال اگه اشتباه نکنم این طرفا زامبی می اومد، ولی داخل نسخه ریمیک خیلی جلوتر میشه گفت که زامبی میاد. زامبی هم نیستش. حالا هر کدومشون هم حتی این دشمناشون هم یه داستان خیلی خفنی دارن. همونطور که همه میدونین روانشناختی داشتم. سایلنت هیل روانشناختی داستانش تقریبا. آره دیگه هر کدوم از دشمنای اینجا
قشنگ میگه مشکلات روانی رو دارم میگن. هر کی هم که داخل سایلنت هیل هستش، این اسپویل نیستش، بیشتر یه فکته، یه مشکل روانی داره دیگه. جلوترم بریم قشنگ میتونیم بفهمیم روانیش. به جز یک نفر، اون یک نفرم یکم جلوتر که نه خیلی جلوتر میفهمین اون یک نفرم کیه. داخل ماشین نقشه بود، من احمق براش نداشتم ولی مهم نیست. یکم سریعتر بریم بهتر نیست. بهتر نیست که نه بد نیست. قدرت تکلم 0. هم نقشه رو بکن تو جیبت، فرو کن در کونه. برو بریم. قطعه دارم گو میخورم چند دقیقه جلوتر، هر 10 ثانیه یه بار من نقشه رو وا میکنم ببینم دارم چه کوینه. این از رد اولین هیولای این بازی که از این بر نیست، از این بر. دست سازنده ولی درد نکنه که این نو گذاشتن اینجا، که دمه که برای این چیز بیشتر واقعا یه نوع خاطر انگیزی، رفرنس و اینا به نسخه اصلی. ولی خب واقعا اگه مه نمیذاشتن هر سیستمی واقعا نمیتونه بازی رو اجراش کنه. هر سیستمی رو که چه عرض کنم زیر 50-70 نمیتونست این بازی رو اجرا کنه، انقدر که سنگینه. Hey, wait. داخل نسخه اصلیش هم البته مو برای همین گذاشتن، برای ترسناک بودنش. حالا درسته یکم، ولی بیشتر برای این مو گذاشتن که اینجاست. نه مو بیشتر برای این گذاشتن که پلی استیشن 2 بود یا 1 بود روش اومده بود نمیکشید، این که بخواد محیط جلوتر رو لود کنه نمیکشید و مجبور شدن مه بذارن که بتونن بازی رو کنسول اجرا کن. پایه کرد دیدمش. میشه بریم. سیف که حالا نمیخوام. برو این طرف ها لوتی هیچی. دارو رو بده من. دارو حالا ما باید ذخیره کنیم. رادیو رو بردار که کارت سفلش. به شکل حیولات دقت کنید. البته داخل سالتین همه حیولات این چیز روانشناختی که دارم به شکلشونه، که به شکل اینم دقت کنید. بعد از اینکه زدمش بهتون میگم داستانش رو اگر نمیدونید. Stay back. بیا اینجا. تمام. همونطور که می‌بینید کلا همه جاش بسته است، هیچ راهی نداره. این هم قشنگ همونه دیگه، سرکوب کردن خودمون میشه گفت. سرکوب کردن احساسات و بیان و همه چی. این هم قشنگ همونه داره اینو میرسونه. این درست اینجا یه چی داشته، چراغ و برق فکر کنم جلوتر بهمون میده، خیلی جلوتر. این داره اونو میرسونه دیگه. همونطور که دم جیمز واقعا گرمش که یه همچین چیزایی داره که نگاه میکنه به آیتمایی یا چیزایی که میتونیم برشون داریم و نگاهشون. مثل الان من داشتم حتی همینم جا مینداخت. جلوترم که البته داخل این پارت هیولای بعدی نمیاد، ولی اونم وقتی ببینیم بهتون میگم داستان. این هیولایی که نشون دهنده سرکوب کردن احساسات و یه همچین چیزاییه.
زبون بسته، بذار راهمونو بریم از اول. زنسه ماریاس دیگه. از اینجا باید طویله های اینا قراره بیان بالا سرمون قشنگ. تک تک ماشین هم قشنگ باید نگاه کرد، مخصوصا ماشین پلیس ها، چون ممکنه داخلشون تیر باشه. راهی نداره. لازم نقشه رو نگاه کنم ببینم جایی که باید بریم هنوز برامون نیومده. از کجا داری میای؟ فرار نکن، بیا این ببینم. رفتش اصلا. نه صداش میاد زیر ماشینه، یعنی جیمز خاک بر سره. اینجا دیگه ربطی به من نداره، اینو لستافاس و اینا که من دارم تستش بازی در میارم. اینجا ربطش کاملا که تو لاک میکنه اینا. داخل اینجا هیچی نیست. من که این طرف ها که دارم لوت میکنم و که کاتی میزنم، چون اینجا پر لوت مثل اینجا. اینو یه ناحیه‌ای از لستافاس همه جا وا میشه، میتونه قشنگ بری بلیسی اینجا رو باید پیداش کنیم. برای حل معما اینا فکر کنم همینجا باشه یه دونه. آره دقیقا همین. اینو بزن دیگه. همینه؟ نه اینو باید بزن. حالا اینو بزن. دمت کم که چی چاپ نکردی. حیوله ها دارم میریزم بالا سر. بیا داخل. یکی از خوشموش نره سراغون. بیا داخل. مردی یار. بریم. هنوزم برامون داخل مپ نیاورده. آها آورده. باید بریم اونجا. بعد بریم اونجا که یکی از ببینیم چی میخواد که ما یکی از آیتماشو برداشتیم. همین الان خیلی کنامی روی این بازی واقعا کار کرده، یعنی واقعا یه بازی خیلی سنگین ساخته ولی واقعا روش کار کرده که سنگین. اینو پس و ایناش نیستش چرت و پرت باشه، واقعا قشنگه بازی. تنها بازی کنامیه که فکر کنم واقعا دوستش دارم. حتی الان متال گیر سالید هم که داریم میذاریم، هنوزم علاقه خاصی به سیو ندارم چون یه آیتم اینو دارم و الان میرم بقیه آیتم های اینم فکر کنم الان روی مفهوم که باید پیداش کنم. خیر همچنان نیومده، فکر کنم بعد روی این یه کاری بکنم دیگه که برام بیاد. آره یه کاری میکردم هنوزم نیومده برام، شگفته. باید کار دیگری هم بکنم. بیار اینجا، بریم. خب اینجا رو که نباید دیگه کاری بکنم. بذار یه دونه برم بیرون شاید برام بیاره. من دقیقا بلد نیستم آیتماش تا کجا هم. بیا اینجا نه بابا من یادم میره باید داخلی باید اصلا دارو رو توش بعد از یکی از این درها میتونستیم ما بریم داخل. دارو رو آها اینا یکی هیچی. اینا هیچی. داروی بده ما. اینایی که دارو نمیدن و آمپول میدن خیلی خوبه. آمپول قشنگ کنه تو فکر کنم پر کنه. این نایه سوسکه این را این کلید میخواد. یه دونه از این اتاقا یادم بودش که کلید میخواست. کدوم بود نمیدونم. اول
کلید اینجا رو الان پیدا کرد. اینجا این نقشه هم بعد به من میداد از این اتاقا. کجا هست؟ بالاتر این دیگه هم اینجا سر درش من بر نداشت. اینجا نه، مثل اینکه اونجا هم نیستش، نمیتونم برش. بس دوباره میاد. اتاق 5 این 8 که وا نمیشه، اینم 7 که وا نمیشه، ولی اینجا راه داره. که بخوره تو سرت لوت بده بابا. لوتی هیچ ریدم توی زندگی خوره. خب این رافله میره بالا، حالا بارا رو هیچی. اینجا هم که خرابه است. 5 اینه دیگه. آره بزن. هیچ لوتی نداد به ما. چی میشه کاتسینه مگه؟ یادم نیست. ایلای چیزی میاد. پیداش که میاد خودش، ولی خیلی میاد. فعلا که حالا سایلنت هیل باساش حالا نمیاد. اینجا ادامه اونجایی که خراب بوده است. میشودم این لازم. برو تا این نیفتاده. صدای زن اومد لازی گفت. که راه خروجمونه که فکر کنم. اینجا هم که اینجا پر خونه. بله خیلی هم خونه، اصلا سیاه شده دیگه. اون چجوری سیاه میشه؟ یا انقدر زیاد باشه یا انقدر بمونه دیگه. نه اینم برای چیزی که در تمام این مدت اومده بودیم. از این جیمز خوشم میاد، اصلا فکر هیچی رو نمیکنه، دستشو تا معتاد میکنه داخل هرچی دلش بخواد. برای همون چیزی که موسیقی پخش میکنه اسم دقیقشونه گرامافون بود. برو کن دیگه. حالا لازم نیست برای هر چیزی ای بزنم من واقعا. نردبون تو میفهمی باید بری پایین دیگه تا بعد. اوه فهمیدم. اینجا من پشمام ریخت. من تازه اینجا دیدم. اینجا یه جایی داره که ما از باید فرار کنیم تا بیایم داخل این ساختمونه. من تازه فهمیدم اینجا. خب این ناحیه رو پیش بگیریم ببینیم به اون جای موسیقی میرسیم یا نه. اینجا صدا موسیقی. آها رسیدیم به اتاق. از صداش فهمیدم من. وای بنده. اینجا 2 تا دیگه هست. این مطلعش هم مرد اول. حالا میرسیم سراغ خیلی. من دیگه به شما باید نمیدم. یا چی داریم؟ یه نامه چینی. اصل کاری اینجاست. فکر کنم هم چسب و اینجا بهمون بداره. دوتاشون رو اینجا بهمون میده. هم چسب و اینو برد. هم ادامه اینو. نوت موسیقی هست. اینجا یه چی داشتش.
عاشقتم جیمز واقعا که نگاه میکنی همه جا رو. نمیدونم حالا رو حالتهای سخت بالاتر درجه سختی هم این مکانیزم رو جیمز داره یا نه. دیگه برگردیم سراغ این چیز دیگه. خب یه آی بزن اینا رو با هم دیگه ترکیب کنیم. چجوری میشه کامبو کردیم؟ این وای فکر نکنم واقعا با یه چسب بشه اینا رو خوند، ولی خب همون اول بسم الله ما این معما رو حل کرده بودیم. خب بیا اینجا، اینم از این ردیف 2 رو ما میخوایم. بیا ردیف 2 دیگه. بعد اول این چیزا رو بندازیم، سکه رو بندازیم اینجا. این هم از معمای این یکی. خیلی آسونه معمای این طرفاش. بریم سیم داخل بیمارستان و معماش کیری سخت میشه. مغز میخواد واقعا معمای اونجا. آهنگ خود سایلنت هیله دیگه. یاد دریاچه افتاد الان. شبیه یه جای سایل ماننده. Park on the lake. هم پارک رید به کل تصوراتم. Just the two of us staring at the water. چرا به ما نگاه میکنی؟ یک کلید الان باید بهمون بده. آره 1 ساعت ما دنبال این کلیده، نه اینکه برامون آهنگ بذاریم داخل یه همچین کلیده که فکر کنم نه کلید اینجاست. آره من اصلا برای خودم این تصورات دیگه ای داشتم. فکر کردم الان اینجا کلید این چیزه، اون خونه‌ای که اونجا دیده بودیم. خب تا اینجا بسته، بقیه‌اش میمونه برای پارت بعد. لایک و کامنت و ساب و اینا فراموش نشه و تا یه ویدیو دیگه خداحافظ.